در 24 ساعت گذشته از ساعات مختلف نای 12 پرسنل کشفی و امنی حوزه 12 4 نفر مجرمینی که در شرکت های پول مجرمین متکرر از ساعات مختلف بازداشت نموده. اسامیان هر یک: محمد کریم فرزند شیرخان باشنده اصلی لغمان باشنده پلی نای نهم در قضیه شرکت پول با مبلغ 34,000 افغانی از سایه چاره‌ای بودخاک بازداشت نموده. و اسامی نوید فرزند مجیب رحمان باشنده اصلی میدان وردک و باشنده پلی بلاک 16 نای 12 در قضیه جنگ مغلوبه به حوزه انتقال گردیده. و نفر سوم با اسم شاهد فرزند غازی باشنده اصلی ننگرهار باشنده پلی بلاک 14 در قضیه چپولگری گرفتار گردیده. و همچنان نفر چهارم پرویز فرزند حاجی مسافر باشنده اصلی کاپیسا و باشنده پلی بلاک هفتم مجرم متکرر که سابق هم به امر محکمه 22 سال زندان محکوم شده بود و در روزهای کرانتین به ضمانت رها گردیده بود، دوباره از سایه بلاک هفتم گرفتار و اوراق بعد از ترتیب اوراق ابتدایی با ریاست تحقیقات محترم جنایی کابل کماندانی امنیه کابل معرفی خواهد شد.